بیا اینجا ببینم. سلام، من توهام. منم آرشم. من آرش کیوی ساب دارم. ترجمه اینه که شما اونو ساب داشته باشیم، چون تو خانواده ما به جز خنده و شادی چیزی رقم نمیخوره. این ویدیو سعی کن نخندید. پس ما میخندیم. برای مجازاتش هم شما تعیین کنید. توی کامنت ها. راستی بچه‌ها تا یادم نرفته بهتون میگم که مجازات واسه کسیه که آخر ویدیو امتیازش از همه کمتر بشه. پس تا آخر ویدیو همراه باشید که امتیازات آخر ویدیو میذارم و مجازات با شماست. گفتم که اول ویدیو بریم. تو تربیت بدنی رشته رو زدم، دیدم بدنشو دارم یکم تو تربیتش مشکل من تو تربیت عشقم جنگ شده، صدا موشک میاد، من خیلی میترسم. آره دارم میبینم، نترس عشقم. یه عکس قدی بفرست ببینم چقدر داری میترسی. عشقم جنگ شده. یه بابایی میره کارواش، میگم با کو ماشینت؟ میگه خونم همین بغل بود، پیاده اومد. حالا دل شده خسته خسته دیگه قرار نکن بسته بسته. بابا یه دروغ مصلحتیه دیگه. اگنس با عنوان پدرت دارم به دستور میدم دروغ بگی. به دروغ ببینم. دروغ نگو، دشمن خداست، مگه نشنیدی؟ من دلم A B C D F G A. The big bad mood. Serve me pain and I dish that too. Take what's mine is a big bad truth. DJ Hamid Khalid. The big bad mood. بچه‌ها برقا دیگه نمیره، فقط بعضی موقع میاد. والعود دندن دنري والطبل طب طب طبني طب 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 طب. سلام. خوبی؟ ممنون. چرا اینجوری حرف میزنی؟ چون باهات قهرم. چرا؟ صلاح دیدم که قهر باشه. یعنی چی؟ ای من نخته مشیج صبحیه اینستا با اسفایی خد جبهیمه زاکر بکرف بودی. بگو که این چه کاریه؟ مربی سرپاینی یا خودش میره. روزا مثل خورشید و بس نگاه من چطوره به تنت انداخته برق بزار یکم. عزیزم مشکل چی اومدی ماینه؟ خانم دکتر من تازه ازدواج کردم. اولین رابطه جنسیم اومدم برقرار بکنم. ببخشید که صدای خیلی بدی از واژنم اومد، مثل کوزیدن. خیلی
واقعا خجالت کشیدم جلوی شوهرم. خجالت نکش بابا، اون سوت شروع بازی بوده. عزیزم مشکلی چیه؟ So I added large screws to چطوری به وجود میاد؟ قربونت برم، بچه ها رو لکلکا میارن. یعنی کردن و اینا همش کس شعره؟ بگیرم کردنش. با فکر خواهد بزنیم منو. بچه بریم. خب محمد جون، جرأت یا حقیقت؟ جرأت. خب پاشو لباساتو در بیار که بالی میخوایم بکنیم. بچه بریم. فضای مجازی بحثم شد، گفت اگه مرد آدرس تو بده. منم که داشت مرد دیگه میرفت زیر سوال آدرس خونم رو بهش دادم. فکر کردم نمیاد. نامرد 5 میلیون غذا سفارش داده با آدرس ما. پولش نداشتم بدم، پیک عین سگ منو زد. این فضای مجازی بحثم شد، گفت اگه مرد آدرس تو بده. منم که داشت مرد دیگه میرفت. دماغ تو بخورم دیگه، کجا تو بخورم؟ میگم پسری که به عشقش وفا داره همش یک کشموی دخترونم تو دستشه که همش به یادش باشه. اکبر آقا سلام. حالت خوبه؟ اکبر آقا خواهر وفاداری تو. سلام بچه‌ها، زارم حالتون خوب باشه. 2 تا پامپ بار می‌بینیم تو تصویر، یه 10 لیتری، یه 250 لیتری. بزن چونی هم بزن چونی هم بزن چونی هم بزن چونی هم بزن. سال 97 کافه زدم، همه گفتن این کارو نکن نمیشه، ولی من انجامش دادم. الان بعد از 8 سال به جایی رسیدم که هیچ کس باورش نمیشه. 1 میلیارد و 800 میلیون بدهی بالا آوردن. تمام شد خدا. بله. بریم. حاجیل مشکل گوشا هم چیز سمیه ها. چقدر باید بگاه رفته باشی. دست خیلی خودی کش میشه. آقا 2 سال پیش بود، من یه دلدردی گرفتم، رفتم دکتر برای من آندوسکوپی نوشت. آندوسکوپی همین است که لوله رد میکنن، از داخل دوربین دارد نگاه میکنن اینا چه خبره. من صبحش برداشتم خلال دندان زدم، مسواک زدم، نمیدونم آدامس نعنا خوردم، باز رسیدم دم آزمایشگاه دیدن آدامس خرسی خوردم، بودم عطرش بمونه. رسیدم اونجا گفتم آقا این برگردم، گفت بخواب. خوابیدم، گفت در اومدم آدامس درارم، گفت نه شلوار تدارم. گفتم شلوار رو در بیارم، گفت این کولونوسکوپی اصلا دوربین بود از پایین بره. این نگو مثلا آدامس خرسی تو دهنم چرید. گفتم نمیشه این از بالا، گفت نه این چهارینه. خلاصه این من اون بعد گفتم آقا شما محرمید، فقط شمایید، کسی نمیشه. گفت خانم کوشام هست اونم محرمه. گفتم خانم کوشا ایشانه 2 متر قدش به خدا شده، یعنی از خانمی فقط یه علنگو دستش بود، خود دکتر از اون خانم‌تر بود. بعد گفتم ایشان هم محرمه. دکتر گفت ترم 1 پزشکی. گفتم آقا این 7 ترم دیگه مونده عقلم شکی. خلاص آقا شلوار از تن من در آورد. گفتم من دردم میگیرد میرم نمیمونم. من گذاشتم رو می 4 دست پا. خب دوربین معمولا دوربینای پزشکی خب ریزه میزه این دوستان، گفتم من یه کار است یه شرستیه. این دوربین اومد رد کنه، خدا شده. گفتم شلوار منو بدید من برم. یعنی احساس کردم داره دوربین هندیکم بفرسته تو، اونم با مانیتور بازش. اون وقت اینقدر خوش بود اصلا پشتم صدای استکان تمیز میداد. گفتم آقا من نمیخوام این منور دیگه، خلاصا ماندم. گفتم الان برید تجهیزاتمو آسیب میبینه دیگه. من به خاطر تجهیزاتونا تحمل کردم. این مفرسات خودش رفته بود اونور وایساده بود دکتره، هی به خانم کوشا هم گفتش که برو 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 برو. گفتم آقای دکتر الان 100 دفعه گفتی برو. آقا 2 سال پیش بود، من یه دلدردی حرف از دکتر شد. یه سری من رفته بودم دکتر، بعد من کلا از آمپول خوشم نمیاد، یعنی میترسم یه جوری. بعد بچه بودم با بابام رفته بودیم دکتر، بعد تو راه من بابامو یه جوری راضی کردم نمیتونست منم تنهایی نگه داره که آمپول بزنم. بعد تو راه از شانس گوه من داییمو دیدیم، داییم منو این سگ نگه داشت و من آمپولم زدم.
تو کار سعی کن خیلی تیز و بز باشی، همیشه کار از استاد بدوز. من خودم شاگردم همیشه همینجوری بودم، نمیذاشم استادم دست به یک چیزی بزنه، خودم همیشه پیش دستی میکردم. مثلا این عطسه رو استاد شما چرا؟ بذار من بعد تو هم هیچ گویی نمیشی. یارو میخواسته بره خارج، هیچ انگلیسی زبون بلد نبوده. رفیقش میگه بابا راحت انگلیسی صحبت کردن. اونا کلماتش آخرش یه خورده میکشن. ما میگیم برادر، اونا میگن برادر. ما میگیم مادر، اونا میگن مادر. راحته بابا. اونا پا میشه میره خارج. فرودگاه که پیاده میشه میره سراغ تاکسی فرودگاه، میگه آقا اونم میگه بله، میگه منو به هتل میرسونی؟ اونم میگه باشه. میگه آقا، اونم میگه بله. شما ایرانی هستید؟ اونم میگه آره. میگه بابا بگو دیگه 2 ساعت داریم انگلیسی صحبت میکنیم. تمام شد. این بود از پایان ویدیوی ما. یادتون نره مجازات رو کامنت کنید. هر کی مجازاتش بهتر بود اون برنده میشه. من برندم.